number 2, men under 73 kilo. اکنون ما توجه میکنیم بر رقابتی که در باز انتظارش بودیم مسعود احمدزاد با ناگوچوف. In white representing Tajikistan, Ahmadzod Masudi. داور از چین زهنگ این دور را حکمی میکند. مسعود احمدزاد قهرمان جهان در رشته گشتینگیری که در تاریخ ورزشی مملکت این رویداد هم باری اول به وقوع پیوسته است. یک پهلوانی امیدبخش که امروز اکنون در مقابل کازبک ناگوچوف در مرحله نیمه نهایی قرار دارد و ببینیم که کار چگونه سرعت میگیرد. ناگوچوف نوکک 9 می در قزاقستان تا مرحله نهایی مسابقه گرند اسلم راه یافت و جای دوم را گرفت. با همراهی عبداللهیف این چهره هم در جام کشاد افریقا شرکت ورزیده بود و یکی از جایزه های اول افتخاری را هم در افریقا به دست آورد. دو نتیجه بهتره که ناگوچوف در سال کنونی صاحب گردیده است. شیدو به هر دو برای سوست کشتن گرفتنشان. مسعود احمدزاد قدم 11 خود را هم در عرصه بین المللی در رشته جودو نهاد. مکتبی که امروز نمونه افتخار است، این مکتب ورزشی ناحیه خراسان که چندین چهره های ماندگار را تربیه کرده است. ناگوچوف ناگوچوف اکنون صاحب امتیازی وزر گردید. مسعود احمدزاد از این عملی که بسیار هم اگر خطری بیشتر داشت گویم اشتباه میکنیم. چرا احمد مسعود زاد اینجا با فارغ بالی راه داده؟ اصولی که چون اگر ما با زبانی که رایج است این لحظه ها ما اگر وصف کنیم کمری. انا مسعود احمدزاد هم کار را بهتر کرد. انا این لحظاتی که علاقه آغاز سخن بود و خاتمهش هم از وصف مکتب خراسان، اونجایی که هم امام علی نورعلی و نهایت هم در این جریان خیلی سطحی والا بود و در حقیقت هم مسعود اینجا بسیار هم از خود یک متانت خوب نشان داد. من براستی شبهه آمیزانه سخن کردم در مورد ناگوچوف که چگونه اصول کمری را استفاده کرد. من از مسعود اطمینان قوی داشتم که برای این خطاگی جدی راه نمیدهد و خوشبختانه اشتباه خود را سریع وقت اصلاح کرد و واقعا هم برای موفقیت بعدی راه را هموار کرد که در فعالیت ورزشیش باری اول است که дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост.